شروع حرکت سیاسی گروه 24 یک حرکت اپوزیسیونی فعالیتش در خود تاجیکستان ممنوع که اساساً در اروپا عمل میکند روز 11 آگوست سال 2024 با نشر یک اظهارات اعلام کرد که سخنگوی این حرکت عبیدالله ناصروف معروف با اسم عبیدالله سعیدی را از صف این حرکت با سبب پایبند نبودن به آیین‌نامه حرکت از صف گروه 24 رانده است. اما افراد آگاه از جریان تحولات در داخل رهبریت گروه 24 روز 12 آگوست در صحبت با پایگاه خبری بامداد گفتند با وجود آرزوی موفقیت در فعالیت‌های آینده‌اش به عبیدالله ناصروف، راندن سخنگوی این سازمان اپوزیسیونی بیانگر آغاز یک بحران جدی در رهبری گروه 24 در پی به طور مرموز از ترک به تاجیکستان برده شدن رهبر آن سهراب ظفر و موقتاً بر ریاست این سازمان آمدن حسین اشورف می باشد. از آمدن حسین اشورف نه در داخل گروه 24 راضی اند و احتمالاً قضیه عبیدالله سعیدی تنها آغاز این بحران در حال گسترش است. گفت یک همصحبت بامداد عبیدالله سعیدی نیز در صفحه‌اش در فیسبوک یک عکس حسین اشورف را گذاشته و در زیر آن ظاهراً کنایه آمیز نوشته است که صداقت و نگاه داشتن سر را از این مرد باید آموخت، یعنی از حسین اشورف. در پی 3 نقطه و در انجام این جمله شو تشریح داده است که نوشتهش یک شوخی سیاسی است. عبیدالله سعیدی که فعلا در انگلیس قرار دارد و در برابر سخنگوی گروه 24 بودنش عضو شورا و نماینده این حرکت اپوزیسیونی در انگلیس هم بود، روز 12 آگوست در صحبت با پایگاه خبری بامداد تصدیق کرد که راندن او از صف گروه 24 به یک بحث شدید آنها با برخی از اعضای ریاست گروه 24 ربط دارد. عبیدالله سعیدی میگوید اتیام پایبند نبودن به آیین‌نامه حرکت را بی اساس و بی پایه میشمارد و اصلا قبول ندارد. من طلب دارم که این اتیام را بیکار و مرا در صف گروه 24 برقرار کنند و آنهایی را که خود سرانه دست به اخراج من زدند تنبیه بگیرند. من عضو انتخاب شده ریاستم و کسی حتی رئیسان گروه 24 حق ندارند که یک نفر منتخب را خود سرانه از صف این حرکت بیرون اندازند، گفت سعیدی. به ضد عبیدالله ناصروف ماه دکامبر سال 2014 در تاجیکستان بر اساس قسم 2 ماده 307 الوه 1 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام دعوت‌های عمومی برای عملی کردن فعالیت‌های افراطی توسط اینترنت پرونده گشوده از 15 ژانویه سال 2015 تحت جستجوی بین المللی قرارش دادند. 18 دکامبر سال 2018 عبیدالله سعیدی که اون وقت در شویц پناهندگی داشت در فرودگاه شرمتیو شهر مسکو قبل از نشستنش به پرواز مسکو استکهلم به دلیل تحت جستجو قرار داشتنش دستگیر شد، ولی علاقه شام 18 دکامبر بعد بازپرسی از جانب مقامات روسیه جواب داده شد و او به شویц برگشت.